میدونید خطرناکترین مواد مخدر در دنیا چیه؟ وقتی تو گوگل سرچ کنید به 2 تا اسم میرسید. اول کروکودیل که معروف به آدم خاره و دوم کریستال که معروف به آدم شکنه. ما در ایران بیش از 4 میلیون جمعیت معتاد داریم و روزی 9 نفر به واسطه استفاده از مواد مخدر دارن از بین میرن. ولی من امروز میخوام به شما بگم بدتر و خطرناکتر از این مواد مخدر هم هست که بیش از 30-40 میلیون جمعیت ایرانی گرفتارشن و اون حصر و اعتیاد در منطقه امن هست. ناحیه امن مثل مخدر ما رو معتاد میکنه. چرا ما توی ناحیه امن گیر میکنیم؟ 1. ترس از انتقادها. دائما گوشمون به حرف آدم‌ها و جامعه‌ای که حتی خودش هم رشد نکرده و موفقیت رو تجربه نکرده. 2. ترس از عیب‌ها و مشکلات. کجای عالمو میتونیم پیدا کنیم که اصلا مشکلات نباشه؟ 3. ترس از شکست. خیلی از آدم‌ها اقدام نمی‌کنن، از ناحیه امنشون بیرون نمیان، میگن نکنه ما شکست بخوریم، در حالی که دیوانه ها عالم رو میسازن، عاقلا توش زندگی میکنن. کدوم آدم موفقی رو تا حالا دیدی که تجربه شکست نداشته؟ 4. نداشتن هدف و برنامه ریزی در زندگی. دائما میگین ولش کن، مهم نیست، اصلا سخت مسیرش، من نمیخوام توی این معرکه وارد بشم. و 5. ضعف اراده. اصلا تصمیم نمیگیرم، عزم نمی کنم از منطقه امنم خارج بشم. برای همین به ناحیه امن دقیقاً معتاد میشم. دوست من، اگر از همین الان تصمیم بگیری اعتیاد به ناحیه امن تو ترک کنی، قول بهت میدم مسیری رو داری میری که خیلی ها نرفتن و در آینده دستاوردهایی خواهی داشت که خیلی ها ندارن.